به نام خداوند. سلام بر شما. میخواهم در آثار نظامی خاص اسکندرنامه شما را بیشتر در این باغ راه ببرم و در این پنجره هایی که به سوی باغ کلام نظامی باز میشه شما را بیشتر دعوت بکنم. اولا این اسکندرنامه را نظامی به عزالدین مسعود زنگی حاکم موصل تقدیم میکنه. یک، که بدونید برای چه کسی نوشته. خب اونها هم محبت میکردن، هدایایی به نظامی میدادن. دو، ما باید بدونیم که در اسکندرنامه ما به تربیت، اخلاق و حکمت، به این سه موضوع بیشترین توجه را داریم و نظامی داشته است و ما اگه بخونیم به این توجه ها خواهیم رسید، یعنی حکمت، اخلاق و تربیت. ضمناً اگر بپرسند که قطورترین کار نظامی در خمسش کدومه، ما باید بگیم همین اسکندرنامه. و از همه اینها برتر اسکندر حرف و حدیث در تاریخ فراوان دارد. شاید این حرف و حدیث ها را نظامی خواسته جمع بکنه و تو این اسکندرنامه سر و سامان بده. خب اما بریم سراغ اسکندرنامه و ازش شعر بخونیم. به عبرت در آن کشتگان بنگریست، بخندید پیدا و پنهان گریست، که چندین خلایق در این دار و گیر، چرا کشت باید به شمشیر تیز؟ چرا باید اینا کشته بشن؟ از این دیو مردم که دام و ددند، نهان شو که هم صحبتان بدند. عجیبه که چرا مردم پاره‌ایشون، گروهشون در اکثر دوره‌های تاریخی بدند و شاعران گلایه هاشون رو در تاریخ منعکس کردن. چرا؟ مگه ما نمیتونیم یک کمی گذشت بیشتر داشته باشیم، یک کمی مهربانتر باشیم؟ نصیحت نیست. میخوام یه سخنی از سقراط بگم، این حرف رو میزنم که فوری بچسبونم به سقراط که شیوه نصیحت گویی درش نباشه. سقراط میفرماید، این سخنی هم که میگم از ضیافت افلاطون در اون کتاب آمده. سقراط میفرماید اگر مزه نیکی و مزه مهربانی در لای، به فارسی امروز میگم، در لای دندان کسی گیر بکنه و این مزه رو بچشه و بفهمه، محال است بدی بکنه. ما نمیدونیم نیکی چقدر کیف داره، چقدر لذت داره، چقدر خوشنودی داره، ضمن اینکه خدا هم از انسان خوشنود میشه. از این دیو مردم که دام و ددند، نهان شو که هم صحبتان بدند. مگر گوهر مردمی گشت خورد، که در مردمان مردمی ها بمرد. حالا ز پیشانی پیل تا پای مور، پیل و مور، پیل بزرگترین، مور ریزترین، این دوتا رو خواسته تضاد و طباق درست کنه. ز پیشانی پیل تا پای مور، نباید ز من بر کسی دست زور. ببینید داره مسائل تربیتی رو میگه، نباید که من زور به کسی بگم. ز خلق ارچه آزار بینم بسی، نخواهم که آزارد از من کسی. اگرچه من آزار میبینم ولی آزار نمیدم به کسی. چو بینم کسی را که او رنج برد، که با خرج او دخل او هست خورد، یعنی پولش به زندگیش نمیرسه، در آن خرجش امیدواری دهم، ز گنجینه خیش یاری دهم، از جیبم کمکش میکنم. بعد از اینها میره سراغ نوشابه که در یکی از برنامه ها برای شما گفتم و بعد میرسه
به این نکته. چو بر جوشم از خشم چون تند میغ، وقتی مثل ابر خروشان من به جنب و جوش میام، در آب آتش انگیزم از دود تیغ. تیغ هر جا میبینید تو متون قدیم یعنی شمشیر. کفلگاه شیران برآرم به داغ، ز پیه نهنگان فروزم چرا. نهنگ شاید برای پوستش یا برای مسائل دیگری امروز شکار میشه، من نمیدونم، اما میدانم که در روزگار قدیم نهنگان رو شکار میکردن و از پیه اونها، از چربی اونها چراغ درست میکردن. یعنی یه ریسمانی را فرو میبردن در پیه این حیوانات بعد از یک کارها و ساخت و سوزهایی که با اون پیه میکردن و تبدیل میشد به اونچه که ما امروز میگیم شمع. ولی در اون روزگار به همه اینها میگفتند چراغ، امروز ما میگیم شمع. این هم از اسکندرنامه نظامی و ساز و توش و برگ اون.